السلام علیکم ادام الله برادر عزیزم. اگر شما با آن کسی که با شما دشنام نویسانده بود روپرو شوید چی معامله میکنید؟ این سوال دو برادر یکی دادند. عجب رسمی است در این دار غدار. این دار غدار است. این دنیای ما زندگی میکنیم، این دار نامش غدار است، خیانت کننده است، بی وفاست. عجب رسمی است در این دار غدار که صد نااهل با اهلی گرفتار. ندیدم هیچ یک شایسته خوی به دنیا زیسته باشد به عدو به. نه گل به خار می روید در این باغ، ملالی بلبلان از دغدغه زاغ. بکن صبر از جفای منکر دیل، شود شاید مراد از صبر حاصل. حضرت جنونی ما را علیه نصیحت کردند. گفتند که حضرت هر مشقت و هر بلایی که به سر شما می آید و آینده هم آمدنی است، شما صبر کنید. هنوز این کاروان رفتند دو، هنوز این کلب ها دارند او. اینا او میکنند، اینها میجکند، لیکن ما دل شکسته نمیشویم. روحیه ما نمیشکند. باور کنیم به خدا قسم تا چند ما قوه میگیریم، خرسند میشیم که امروز بدگوها داریم، بدخواها داریم، حسد خرا داریم. شکر، هزارها شکر که ما هم به یک درجه رسیدیم که مردم حسد میبرند. بعض مردم بدخواه بیقرار شده است. خدا را شکر. امام اعظم صوفی کوفی رحمت الله علیه، مفسر محدث، وقتی در یک معرکه یکی از آدمان حسن بصری یک مسئله را بیدار کردن، ابو حنیفه گفتن حسن بصری در همین مسئله خطا کرده است. اون کس به طرف ابو حنیفه چی گفتن؟ گفتن ای حرامی تو میدانی. صاحب کتاب میگوید ابو حنیفه چهرش تغییر نیافتن از گپ حرامی، حتی یگان جواب قبیح هم ندادند، بلکه صبر کردند. پیغمبر خدا بعد نماز عصر بود میگوید، بعد نماز عصر موعظه کرد بین صحابه ها. بین موعظه بود که خبر داد، الحال گفت از دروازه کسی داخل می شود که جنت مشتاق اوست. همه نشسته بودن نگاه کردن، در آمد یک آدمی عادی اعرابی بود، نشست نماز خواند و رفت. فردا پیغمبر خدا باز موعظه کردند، باز گفتند الحال جنت مشتاق شخصی است که از همین دروازه می درآید. باز همون مرد در آمد. باز سیوم روز همین تکرار شد. یکی از صحابای پیغمبر میگوید من هم مشتاق همون مرد شدم. گفتم این چه خاصیت داشته باشد، چه خصلت داشته باشد که پیغمبر 3 روز پیوسته وی را بشارتی به جنت دادند. از پسش رفتم نزد خانش و گفتم ای دوستی خدا، میخواهم همراه تو شب سپری کنم. مرحمت گفت. شب با او میگد همراه بودم، نماز زیاد نداشت، صدقات زیاد نداشت، مثل من نماز 5 وقته میخواند و میآمد در خانهش خواب میکرد. 3 روز همین حضرت را من پاییدم که عمل ای را بفهمم چه عمل باشد. چیزی یافت نکردم. بعدا مجبور شدم که پرسم چه عمل داری؟ گفت من یک عمل دارم. گفت اولا گفت چرا تا از من پرسان میکنی؟ گفت زیرا پیغمبر خدا 3 روز را بشارتی به جنت دادن. گفت من یک عمل دارم که کسی علم دارد، کسی پول دارد، کسی عزت دارد، من حسد نمیخرم. من حسد نمیخرم که وای علم دارد، وای پول دارد، وای مال دارد، وای ماشین دارد، وای خانه دارد، من پروایی ندارم. شاید همین خصلت من خوب باشد و همین خصلت من و فعل من در خدای من خوش آمده باشد و مرا از اهل بهشت گردانده باشد. البته بزم این دشنام ها باز چند
حکومت بسیار است. امروزا ما را تا 3 بار حکومت فریاد میکنه و دیگر مذمت ها میکنن. از همه شما خواهش، پدرها و برادرای عزیز، همون کسانی بدگو را وقتی میابین بیارین نزد ما رو پرو کنین. با حرمت قرآن کریم ما از همه تهمت خالی هستیم. والله که ما از همه همین تهمت ها خالی هستیم.